سلام دوستان، با یه ویدیوی جدید در خصوص استحصال سنگ خدمت شما هستم. سنگ هایی رو که توی ویدیوی قبلی به شما توضیح دادم 10 کیلو از اون رو آسیاب کردیم و به این شکل در کوره قالکاری به همراه کمک ذوب شارژ کردیم و در واقع ذوب رو انجام دادیم و همینطور که میبینید کاملا ذوب شد و قرصی که از اون در واقع به این شکل سرباره ها رو بیرون کشیدیم و نتیجتاً قرص به دست اومده شد 138 گرم که داخل اسید اون رو حل کردیم و طلای اون رو رسوب دادیم. همینطور که مشاهده میکنید از در واقع 10 کیلوگرم سنگی که در ویدیوی قبلی به شما نشون دادم، طلایی که به دست اومد 3 گرم و 300 سوت بود.